سلام خدمت همه به چنل گیم باز خوش اومدید. تو این چنل ما قصد داریم اخبار دنیای بازی رو هفتگی پوشش بدیم. خیلی کمک میکنید به ما، سابسکرایب کنید و لایک کنید ویدیوها رو، کامنت بذارید. مطمئنا خیلی به ما انرژی میده برای اینکه بتونیم تو این مسیر پیشرفت کنیم. چند روز پیش نینتندو بازی هایی که قراره برای سویچ 2 که به زودی معرفی میشه و عرضه میشه قراره بیاد به بازار رو معرفی کرد و یه عنوان خیلی پر سر و صدا توش وجود داشت. چی؟ عنوان انحصاری فرام سافت‌ور برای نینتندو سویچ 2. فرام سافت‌ور کدوم شرکت استودیویی هستش که همتون میشناسید، بازی‌های بزرگی مثل الدر رینگ، دارک سولز و این عنوان‌های سولز لایک رو تولید میکنه که خیلی خیلی طرفدار داره. وقتی این عنوان اومد همه تعجب کردن از اینکه انحصاری داره زده میشه برای سویچ. اما الان خبر اومده انحصار عنوان این بازی دست خود فرام سافت‌ور هستش، یعنی خودش که موقعی که تصمیم بگیره میتونه این رو برای پلتفرم های دیگه هم عرضه بکنه. اما احتمالاً سیستم اینجوری باشه که این انحصاری زمانی باشه، مثلا حالا 1 سال 2 سال یک زمانی برای سویچ باشه، بعداً این رو عرضه میکنن برای سیستم های دیگه، برای کنسول های دیگه و ما همه میتونیم کسایی که سویچ نداریم هم این رو بازی کنیم. حالا که صحبت از سویچ 2 شد، بذارید یک خبر دیگه راجع به سویچ 2 هم بهتون بدم، بعد بریم سراغ باقی خبرها. یکی از مدیرهای ارشد CD پراجکت، همون استودیویی که ویچر و سایبرپانک رو میزنه، توی یک خبری صحبت کرد از اینکه قرار سویچ 2 کارتریج های 64 گیگابایتی داشته باشه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که بازی های با گرافیک تری هم قراره براش عرضه بشه که به زودی خواهیم. یه خبر از استودیوی بانجی بهتون بدم. استودیوی بانجی رو شاید الان نشناسید به اسم، اما احتمالاً بیشترتون یا بازی کردید این عنوانی که میخوام بگم رو، یا اسمش رو راحت شنیدید. دستینی 2 رو قاعدتاً همتون اسمش رو شنیدید و میشناسید. اون یکی از عناوینی هستش که استودیوی بانجی ساخته. استودیوی بانجی یک بازی رو معرفی کرده بود به اسم ماراتون و این بازی گیم پلیش رو هنوز ندیدیم. چند روز پیش اعلام کرد که به زودی در تاریخ 12 آپریل، یعنی 23 فروردین به زمان ما، قرار گیم پلی این بازی ریویل بشه و به ما نشون بده که گیم پلی این بازی تو چه سبکی هست. خیلی ها منتظرم ببینن که بازی که قرار بانجی بده قرار چجوری باشه و چه گیم پلی داشته باشه. خبر بعدی برای بعضی کسایی که انیمه دوست دارن و دوستدارای این سبک بازی هستن میتونه خیلی جالب باشه. استودیو معروف هویوورس که شاید اسم استودیو رو ندونید ولی همه بازی گنشین ایمپکت رو میشناسید یا بازی کردید یا اسمش رو لااقل شنیدید که یکی از عنوانهای معروف این استودیو هستش. یه بازی داشته که 1 سال پیش تقریبا عرضه شده به اسم زونلس زون زیرو. روز اول آپریل بود که اعلام کردن که این بازی قراره برای ایکس باکس عرضه بشه، ایکس باکس این نسل عرضه بشه و همه گفتن که دروغ اول آپریل و این داستانا. اما الان خبر اومد که انگار دروغ نبوده و واقعا قرار عرضه بشه و 12 آپریل که 23 فروردین میشه به تاریخ ما، قراره توی یک لایو کامل این عنوان معرفی بشه که برای ایکس باکس قرار میاد و ازش رونمایی بشه. خیلی ها منتظر هستن این بازی رو ببینن که بالاخره میتونن روی ایکس باکسشون بازی کنن، چون بسیار طرفدار داره. تو سبک خودش، تو سبک انیمه، یک RPG سبک روگ لایک جالبی میتونه باشه که الان ایکس باکسی ها هم میتونن این رو بازی کنن. یه خبر خوبم بدم برای طرفدارای رینبو سیکس. شرکت یوبیسافت اعلام کرد که قراره یه بازی جدید از دنیای رینبو سیکس عرضه کنه. این بازی قراره یه بازی تاکتیک نوبتی باشه، چیزی دیگه ای راجع بهش گفته نشده و احتمالاً تا 2 سال آینده برای کنسول های نسل حال حاضر، یعنی ایکس باکس ایکس و ایکس سریز و پلی استیشن 5 و کامپیوتر عرضه میشه. احتمالاً هنوز گفته نشده ولی احتمالاً سویچ 2 هم جزش باشه، چون اون موقع دیگه این هست. فعلا این اسم اینا رو گفتن و میتونه خبر جالبی برای طرفدارای رینبو باشه. باید منتظر بمونیم تا اون موقع ببینیم چه خبرهای دیگه ای ازش میاد.
خبر بعدی راجع به رزیدنت اویل هستش و دنیای رزیدنت اویل. من خودم طرفدارش هستم به شدت. توی چند سال اخیر با ریمیک هایی که داشت از نسخه های قدیمی کلی گیمرهای جدید رو هم سمت خودش برده و خیلی الان منتظر ریمیک نسخه 1 هستن و که هیچ خبری ازش نیومده. اما تو این چند روزه یه سری خبرهایی به عنوان شایعه درس کرده که خیلی وقتا میتونه درست باشه. مثلا رسانه تک فور گیمرز یک خبر جالبی رو گذاشته بود، گفته بود که صدا پیشه جیل ولنتاین توی نسخه 3 نیکول تامکینز بوده اسمش، که توی یه مصاحبه ازش پرسیدن که آیا تو برای ریمیک نسخه 1 رزیدنت اویل میای که صدای جیل رو دوبله کنی خودت؟ و اون یه چشمک زد و تایید کرد با این چشمکش. بعد این قضیه تمام رسانه ها دارن میگن پس یه خبری هست که اینجوری ریاکت کرده. ما امیدواریم که نسخه 1 هم ریمیک بشه که بتونیم دوباره بشینیم این نسخه خاطر انگیز رو بازی کنیم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید بچه‌ها. دمتون گرم. ساب میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید، خیلی انرژی میده این کارتون. تا ویدیوهای بعدی منتظر باشید.